نزول فرشته هاست. هر چی قدر فرشته هایی که در اطراف ما الحال که هستند، اگر چندی که به چشم نمی بینیم، اما در این محفل ما و شما حضور دارند، از سخنهای ما و شما اونها گوش می اندازند. و از همه بهتر و بهترش باز همین است که زمانی که این مجلس ما و شما به اتمام رسید، تمام که شد، فرشته ها به نزد پروردگار جل جلاله می روند و هر یک تای ما و شما را به نام و نام پدرمان میگه، فلانی بچه فلانی در فلان محل در فلان مجلس نشسته بود و خدایا از سخن تو و از سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم و از دین شریعت سخن میکردن و بیان میکردن. و البته که هر پرچه زمینی که در او اگر یک مردم مسلمانان جمع شوند، یاد خدا و پیغمبر کنند، از دین و از شریعت گپ زنند، بزرگای خدا میگه همون پرچه زمین مرتبهش از آسمان بالاتر است. میگه آسمان سجده کند پیش زمینی که در او یک ده کس بهر خدا یک دمه که بنشینند. یعنی به خاطر خدا اگر یک پرچه زمین در چند نفر مسلمانان میشینند صحبت میکنند، همین پرچه زمین فضیلت مرتبهش از آسمان هم بالاتر است. و الحمدلله که محفل توی نکاحی است. نکاح هم به آیه قرآنی ثابت است و هم به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است. حکم نکاح چی است؟ نکاح گاه فرض می شود و گاه سنت می شود. در حالتی که نکاح فرض می شود در حالت خوف زنا هست. اگر خوف زنا باشد در او حالت نکاح کردن چی از حکمش فرض می شود. الله ذوالجلال در قرآن بیان میکنه در سید بلا فنکحوا ما طاب لکم، نکاح کنید زنهایی که پسندیده هستند، حلال هستند برای شما. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که پیامبری بشیر نذیر فرمودند که ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر بیان میکند که نکاح سنت من است، رویش من است. هر کسی که از سنت من تجاوز کنه و سرکشی کنه و ایوا کند، پیغمبر گفت از جمله امت من نیست. ببین که هم فرض است و هم سنت است. و در حالتی که اگر به شرطی که خب خروندش نتونه، مهرش داده نتونه، نفقش رسونده نتونه، در این صورت دیگه برای چی است؟ نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است، نه مستحب. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم راوی حدیث حضرت معاویه بن حیدته رضی الله تعالی عنه حدیث بیان میکند که جاء رجل الی نبی صلی الله علیه و سلم. حضرت معاویه میگه یک مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد و پیامبر گفت که یا رسول الله ما حق احدنا زوجته علیه. وقتی که یک تای ما مردها، پیامبر سوال داد که صاحب زن می شود، او زن به گردن مرد چی حق ها دارد؟ یعنی دین مبین اسلام حقوق زن بیان میکند، حقوق مرد بیان میکند، حقوق همسایه را بیان میکند، حقوق پدر و مادر را بیان میکند، حقوق فرزند را بیان میکند، حقوق مسلمان به مسلمان بیان میکند. نیست یگان مسئله و یگان مشکلاتی که او را خدا و پیغمبر برای ما و شما تعلیم نداده باشد. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سوال داد، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در جواب اون مرد گفت که زن به گردن مرد حقش همین است که ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر الا فی البیت. رواه مسلم. در روایت مسلم اومده است. پیامبر گفت وقتی که مرد نکاح میکند و صاحب زن میشود، خرانیدن زن به گردن مرد است. یعنی مرد وقتی که زن گیره، خرانیدن به گردن مرد است. مرد باید که از کسب حلال و مهنت حلال، لقمه حلال همسرش باید که چیکار کنه؟ بخرونه. و البته همین از اثر همین لقمه هست که فرزندها به دنیا میآیند. اگر لقمه حلال باشه و پاک باشد، از کسب و مهنت حلال باشد، انشاءالله که فرزندها بردبار و عالم و صالح به دنیا میآیند، فایده رسان به دنیا میآیند. اما اگر لقمه از راه حلال نباشد، لقمه از راه حرام باشد، از کسب حرام باشد، در این صورت چی است که فرزند ناخلف می شود، سرکش می شود، جنایتکار می شود. یعنی لقمه هم خیلی چی است که
این به خودش چی است که ضروریات دارد. دویم چی داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد، گفت و تکسوها اذا اکتسیت. دویم حق زن به گردن مرد این است که مرد وقتی که صاحب زن شد نکاح کرد، زن باید به سر لباس تامینات شوی کنه، سر لباس زمستانه، سر لباس تابستانه و سر لباسی که موافق چی قانون شریعت باشه. همون سر لباسی که مادرای ما و شما داشتن، همون سر لباسی که بیبی های ما و شما داشتن، همه چی از عضوهاشون پوشاندگی بود، شرم داشتن، حیا داشتن. هر کدام همین ما و شما اگر همین اوچامون، اگر ماما و بیبیامون فکر کنیم، همین قوسین دراز داشت که تو همین نوع که انگشتش بود، وقتی که سلام میکرد و همون اوستین همین قد دراز میشید و همون اوستین قد سلام میکرد. این چی است؟ نشانه شرم است و نشانه حیا هست و نشانه چی است؟ مسلمانیشون بودم. یعنی دویم چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن و گفتن و تکسوها اذا اکتسیت. حضرت شیخ سعدی میگفت که از فاطمه زهرا از جگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نظم شیخ سعدی بیان میکند که میگفت ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است، فرمود خدا قول نبی نص کتاب است. این فرموده خدا هست، فرموده پیامبر است. اگر یگان آدمی عادی میگفت یا یگان شیخ صوفی میگفت یا یگان مجتهد میگفت دیگر گفت، لیکن چی از فرمود خدا قول نبی نص کتاب است، از افضل طاعت همه حفظ حجاب است. یعنی خواهر و مادر مسلمان چی است که باید که چی است؟ شرم داشته باشد، حیا داشته باشد، از اوهاش پوشاندگی باشد، نه مثلا رنگ تقلید بیگانه و تقلید کورکانانه مردم بیدین نکنن. دیندار باید که از بیدین فرق داشته باشد. و این چی از دیوم که چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت و در اخبار آمدگی است که به خانه هم تامین کردن وظیفه مرد است که سکنا میگن. یعنی لااقل یک خانه داشته باشه که در او در گرما و گرما و سرما سرش پناه کنه و زندگیش پیش بره. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام بعداً گفت که ولا تضربوا الوجه، در دوام زندگیتون، در دوام حیاتتون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت زنها را نزنین. یعنی در رو زدن پیامبر منع کرد. منع کردن در رو اطراف رو سر زدن رسول الله منع کرده است. منع کردن پیغمبر چه حکمت دارد؟ بهترین جوهرهایی که الله ذوالجلال خلق کردش هم از در سر است. ببین، بینایی در سر است، شنوایی در سر است، بویایی در سر است، چشایی در سر است، زبان ناطقه در سر است، عقل مرکز تشخیص در سر است، همه همی در سر است. اگر یک تایی آسیب بینه اگر انسان ناقص می شود. بعداً این یک نعمت های بی‌بهای هست که اگر یک آدم بگن که بیایم هر چشم تر به ما بوده $100,000 میتیم، بگن نه اگر میلیونم که بوده چشم بینا را من نمیتونم. یعنی چشم بینا خودش قیمت نداره که نرخش مونن چند قدره. ببین همی آدمی که نابینا باشه چی حال داره؟ یک کسی دیگه سرگردان او را میبره و میوره، نه یک کس میبینه، نه راحت داره، نه پیش پوش میبینه. این چی است؟ بینایی خودش بهترین یک نعمت پروردگار است. شنوایی هم بهترین نعمت پروردگار است که سخن یک کس گوش میکنه همین نشنوه، اگر همین تکرار باشه، اگر فقط ایره نگاه میکنه و دیگه چیزی نمیفهمه. شنوایی بهترین نعمت، بینایی بهترین نعمت، بویایی بهترین نعمت، چشایی بهترین نعمت. همین زبان ناطقه که انسان گپ میزنه گنگ نیست، همین خودش بهترین نعمت است. و از یو زیادتر با عقل که در سر است، مرکزی که همه را تشخیص میکنه در سر است. این وقتی که در رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن معنی میکنه و خاطر که همت جوهرها در سر انسان وجود داره. پیغمبر گفت والا تضربوا الوجه. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه صحابه جلیل القدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 10 سال در مدینه منوره خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده است. انس ابن مالک حضرت انس بیان میکند که در مدت 10 سالی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، 10 سال ده یک مراتب در همین 10 سال ندیدم و نشنیدم که پیغمبر خدا یکی از همسراش یا یکی از خدمتیاراش سخن درشت بگه.
یا یگان تشه به دستش خطی یگان مثلا که زر بلد کنم در مدت 10 سال ندیدم. یعنی ما و شما امتای همه تا شخصیتی هستیم که هرگز نه گپی درش داشت، نه مثلا کسی را لطکوب میکرد، نه کسی را میرنجود. امت همه تا شخصیت هستیم. حضرت انس بن مالک میگه در دوام حدیث میگه که ولا تقبح، قباحت نگو، یعنی هم نزن و هم قباحت نگو. قباحت که سخنای دشنام حقارتای بی معنی که امروز بسیاری از جاهلا همسرا را دشنام حقارت میکنن، از پدرشون، از مادرشون، از دیگر حقارت میکنن. ایره دین من معن میکند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم معن میکند که ولا تقبح، قباحت نگو. او دشنام کردن و حقارت کردن و داد زدن نشانه بغیرتی نیست، این نشانه جاهلی است. نشانه بغیرتی مرد در خاندان همون است که زن دختر و بچهش همه چی هستن؟ قرآن خوان هستن، نماز خوان هستن، 5 وقت نماز میخونن، تلاوت قرآن دارن، در سحری بعد از بامداد قرآن ها تنو کردگی قرآن میخونن. انا مرد بغیرتی را گفته میشن، نه اینکه داد بزنه و حقارت کنه. اینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را منع کرد، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، قباحت دشنام آمد. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نرمی پیامبر صلی الله علیه و سلم باز بیان میکند که در حالت که حضرت انس ابن مالک خیلی عمری درازی داشتند. انس ابن مالک صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم 103 سال عمر دید. 103 سال.